محلول چیست؟ سیستم‌های یکجنسه که از دو و زیاده قسم‌های ترکیبی و محصول تأثیر متقابله آنها عبارتند محلول نامیده می‌شوند. محلول‌ها را اینچنین به طرز کوتاه چنین شرح می‌دهند: سیستم یکجنسه که از یک چند کامپوننت عبارت بوده یکی از آنها حل شونده و دیگر حل کننده است محلول مینامند. محلول ها را از روی مقدار ماده حل شده و سه گروه جدا می کنند: نوسیر، سیر، از حد سیر. محلولی که در آن باز مقدار علاوگی ماده داده شده حل شده می تواند محلول ناسیر می نامند. محلولی که در آن ماده داده شده در حرارت داده شده دیگر حل نمی شود محلول سیر می نامند. محلولی را که در آن مقدار ماده حل کرده شده نسبت به آن مقداری که باید در این حرارت در این محلول باشد زیادتر است ماده از حد سیر نامیده می شود. محلول ها از روی اندازه ذره های ماده حل شونده سه نمود می شوند: حقیقی، کالویدی، دیسپرسی. محلولی که ذره های حل شونده به چشم عادی دیده نمی شوند افکت تیندل حاصل نمی کنند، ولی در حالت آرام نگاه داشتن به قسمی های ترکیبی جدا نمی شوند محلول حقیقی می نامند. محلول آبی، شکر، نمک و غیره ها به محلول حقیقی مثال شده می توانند. محلولی که ذره های حل شونده به چشم عادی دیده می شوند افکت تیندل حاصل می کنند، ولی در حالت آرام نگاه داشتن به قسم‌های ترکیبی جدا نمی شوند محلول کالویدی می نامند. شیرش کاغذ مثال شده می تواند به محلول کالویدی. دیسپرسی محلولی که ذره های حل شونده به چشم عادی دیده می شوند افکت تیندل حاصل می کنند و در حالت آرام نگاه داشتن به قسم‌های ترکیبی جدا می شوند محلول دیسپرسی می نامند. دی یعنی دو، سپرسیا قسم یعنی دو قسمه می باشند. محلول از چی عبارت می باشد؟ محلول ها از ماده های حل کننده و حل شونده عبارت می باشند. ماده حل کننده چیست؟ ماده حل کننده محیطی می باشد که در آن ماده حل شونده با نمود مولکوله ها یا ایون ها برابر تقسیم می شوند. سوسپنزیا چیست؟ سیستم های معلقی که در آنها ذره های میده جسم سخت بین مولکوله های آب برقرار تقسیم می شوند سوسپنزیا نامیده می شوند. امولسیا چیست؟ سیستم های معلقی که در آنها قطره های یگان مائع در بین مولکوله های مائع دیگر برابر تقسیم شدند امولسیا نامیده می شوند.